سلام نواهای قشنگم. مامانی با قصه جدید اومده اینجا. قصه امروز ما قصه یک پیرمرد خارکنه. یکی بود، یکی نبود، زیر گنبد کبود یک پیرمرد خارکنی بود که هر روز میرفت صحرا و دسته های خار رو جمع میکرد، دورشون رو طناب میبست، میبرد به ده میفروخت و با پولش برای بچه‌هاش، برای خانوادهش غذا می‌خرید، گوشت می‌خرید، نون می‌خرید، سبزی می‌خرید. یکی از این روزایی که رفته بود خار جمع کرده بود تو صحرا، اومدش این بسته خار رو از زمین برداره، دید چقدر سنگینه این. با خودش با تعجب گفت چرا اینقدر سنگینه؟ اومد بوته خار رو یه چرخ داد اینجوری ببینه چی شده. یهو دید یک مار بزرگ تو این خارا قایم شده. از ترسش یک سلام بلند بالایی به این ماره کرد. مارم برداشت گفت خوب بود که سلام کردی، اگر نه یه لقمه چپت میکردم. حالا میری خونه یکی از دختراتو واسه من میاری. پیرمرد گفت امان مار بزرگ، رحم کن، این چه چیزی تو هم من میخوای؟ گفت ببین اگه اینجا واسطی خودتو میخورم، برو یه دختراتو بیار. اینم با چشم اشکبار، دلش شکسته، غمگین راه به طرف خونه. خدایا چه کار کنم، چه کار نکنم، این چی چیزی بود؟ اینا رفت خونه و در زد. بچه‌ها در باز کردن و به پدرشون سلام کردن. دیدن پدرشون ناراحته، غمگینه. گفتن پدر چی شده؟ چرا ناراحتی؟ پدر داستان برشون تعریف کرد و گفت مار این چیزا رو از من خواسته، من حالا چی کار کنم؟ دو دختر بزرگترش گفتن نه پدر، ما نمیم بریم پلو مار، دوست نداریم بریم. اما دختر کوچیک دلش برای پدرش سوخت، دیده اگر این نره ماره پدرش رو میخوره. برای همین گفت که پدر جان من میام. پدر ناراحت شد، گفت دخترم من اصلا دلم نمیخواد این اتفاق بیفته. گفت نه پدر من میام. دیگه پدر دست دخترش رو گرفت و گریه کنان ناراحت رفت به سوی لونه مار. مار همونجا نشسته بود و بعد دیگه دختر رو گفت بذار خودت برو. دخترش رو گذاشت و خودش رفت. مار رفت داخل لونش و دخترم دنبالش رفت اونجا. دختره ببین اینقدر این مهربون بود که حتی حاضر بود به یک مار که حیوان خطرناکه خدمت کنه. وقتی آدم به کسی خوبی کنه، حتی اون حیوان باشه، اون حیوان قدر خوبی نمیدونه. تو خونه براش کار میکرد، غذا میپخت، خونهش جارو میکرد، خیلی مهربون بود. یه چند وقتی که گذشت، یه روز دختره دید که یه اتفاقی افتاد. این مار گنده یهو انگار از توی این ماره یه آدم در آمد. یک جوانی آمد بیرون ظاهر شد، یه جوان قد بلند، رشید، خوش‌رو، خندان. دختره تعجب کرده بود. بعد این پسر تعریف کرد برای اینکه یه روزگاری یک پیرزن جادوگر اومد منو طلسم کرد، جادو کرد، والله من یه شاهزاده بودم. حالا به خاطر اینکه تو این محبت ها رو من کردی، این طلسم شکسته شد. پس من و تو با هم ازدواج کنیم، تو میشی همسر من و ملکه قصر من میشی. دیگه اینا خوشحال شدن و زندگیشون شروع کردن. حالا ما چه نتیجه میگیریم؟ هر وقت که آدم به کسی محبت کنه، کمک کنه، مهربون باشه، حتما خدا بهش پاداش میده، زندگیش بهتر میشه. پس این شده که ما هممون
با همدیگه دوست میشیم، به هم خیلی مهربونی میکنیم، محبت میکنیم تا خدا هم ما رو دوست داشته باشه و از ما راضی باشه. اینم قصه امروزم بود، تموم شد. عزیزای دلم، باز انشالله روز دیگه میام و یه قصه جدید میگم. شما همیشه سلامت باشید. من شما رو میبوسم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار عزیزای من.